سلام، به کانال من خوش اومدید. من پریسا یزدی، مدرس تخصصی کودکان و نوجوانان در زبان انگلیسی هستم. تو این ویدیو تصمیم دارم به یکی از پرتکرارترین سوالات شما که در رابطه با دو زبانه شدن کودکان هست پاسخ بدم. همراه هم باشیم. خب ما خیلی از ویدیوها رو نگاه میکنیم در مورد راهکارهای دو زبانه شدن. موارد متفاوتی رو بهمون پیشنهاد میکنن. من تصمیم دارم توی این ویدیو اول از همه شما رو با فواید، چالش ها و واقعیت هایی در رابطه با دو زبانه شدن آشنا کنم تا شما مامورای عزیز آگاهانه تصمیم بگیریم و فرزندتون رو توی این مسیر قرار بدیم. چون این تصمیم رو شما دارین برای فرزندتون میگیرین، تصمیم خیلی مهمی هست و کاملا مسئول هستین. پس بهتره که آگاه باشین و با آگاهی تمام و نه از روی چشم و همچشمی یا از روی حالا جو یه سری از ویدیوها یا یه سری از تبلیغات قرار بگیرین و تصمیم بگیرین که خب بهتره که الان من شروع کنم و فرزندم در مسیر دو زبانه شدن قرار بگیره و همش دنبال راهکار باشین، دنبال ویدیو باشین. پیشنهاد من این هست قبل از اینکه دنبال راهکارها و ویدیوهای متفاوت باشین حتما این صحبت‌ها رو بشنویم و آگاهانه تصمیم بگیریم. و اگر تصمیمتون جدی هست و اگر توی این مسیر جدی هستین من کمکتون میکنم تا فرزندتون دو زبانه بشه. خب میخوام در شروع اصلا یادگیری و دو زبانه شدن خدمتتون عرض کنم که از همون بعد تولد ما میتونیم استارت این مسیر رو بزنیم. اگر هم مایل هستین میتونین از همون 3 سالگی بعد از اینکه زبان فارسی کامل یاد گرفته شد از همون 3 سالگی هم امکانش هست باز میشه در این مسیر قرار گرفت تا سن 7 سالگی تقریبا تا قبل از مدرسه. بریم یکم از فوایدش براتون بگم که جذاب هست که بیشترمون ماها هم فوایدش رو میدونیم و این فواید هستش که ما رو به سمت دو زبانه شدن میکشه. خب بچه‌های کودکان بایلینگوال یا همون دو زبانه بچه‌هایی هستن که البته تحقیقات این رو میگه که مغزهای منعطف‌تری دارن، انعطاف پذیرتر هستش. قطعی نمیتونیم بگیم حتما همه بچه‌های دو زبانه به این شکل هستن، ولی تحقیقات نشون داده که مغزهای این کودکان انعطاف پذیری بیشتری دارن، آمادگی یادگیری مهارت‌های بیشتری رو دارن، حتی زبان سوم رو راحت‌تر پذیرا هستن، میتونن برای زبان سوم زودتر و بهتر اقدام کنن، خلاق‌تر هستن، بچه‌های خلاقی میتونن باشن. میگم باز هم قطعی و 100% نمیتونیم بگیم تمام کودکان دو زبانه به این شکل هستن، ولی تحقیقات نشون داده که روی خلاقیت کودکان خیلی تاثیر مثبتی داره. تقویت حافظه‌شون میشه و تمرکزشون رو در کل بیشتر میکنه. خب این فوایدی هستش که هر مامان یا بابایی رو مشتاقی میکنه و انگیزه میده که فرزندش رو توی این مسیر قرار بده. بریم در مورد چالش هاش صحبت کنیم. قصد اصلی اینه که توی این ویدیو چالش ها و واقعیت با شما رو با چالش ها و واقعیتاش آشنا کنم. خب عزیزان اگه تا اینجای ویدیو همراه من شدین حتما ادامه ویدیو هم همراهی کنید چون میخوام پارت مهم در مورد چالش ها و واقعیت های دو زبانه شدن صحبت کنم و در پایان این ویدیو این شما هستین که باید تصمیم بگیرین که دوست دارین این مسیر رو برای فرزندتون شروع کنین یا تصمیم بگیرین که از چه سنی میخواین شروع کنین. خیلی اهمیت داره، بهتون کمک میکنه. چالش های یادگیری زبان دوم همراه زبان اول. خب زبان اول ما فارسی هستش و زبان مادریمون فارسیه و
دوست داریم فرزندمون همراهش انگلیسی رو هم یاد بگیره. خب خیلی عالی. این رو باید بدونیم و آگاه باشیم که ممکنه کودکان 2 زبانه که از همون بعد تولد مامان‌ها و باباهایی که عزیزی که از همون بعد تولد استارتش رو میزنن، امکانش وجود داره که فرزندشون دیرتر صحبت کنه. همه چیز 100% نیست. این امکان وجود داره ولی که فرزندشون دیرتر صحبت کنه. دلیلش هم این هست که مغز در حال آماده کردن خودش برای 2 زبانه شدن هست و به خاطر اینکه مغز رو درگیر کردیم یک مقدار ممکنه طول بکشه تا فرزند ما زبون باز کنه، صحبت کنه. یعنی اگر مثلا ممکنه که توی 2 سالگی این اتفاق بیفته، توی 1 سال و خورده این اتفاق بیفته، ممکنه چند ماه عقب بیفته. خب خیلی وقتا مامان باباهای عزیز گفتن که ما نمیدونستیم قرار این اتفاق بیفته، کاشکی از اول میدونستیم وگرنه اصلا این کار رو شروع نمیکردیم، یا صبر میکردیم حالا فارسیش رو یاد بگیره. پس بهتره این رو کاملا آگاه باشیم که این امکان وجود داره که فرزند ما به خاطر اینکه ما داریم 2 زبانه تمرین میکنیم و میخوایم 2 زبانه بشه، یک مقدار دیرتر صحبت کنه. حالا بعضی از بچه‌ها این امکان وجود داره. نکته بعدی در مورد مسیرهای ارتباطی فرزند ما با بچه‌های دیگه هستش. ببینید خب توی کودکی من خودم شخصا به این اعتقاد دارم، حالا شخص من به خاطر مطالعه هایی که کردم یا صحبت هایی که با روانشناسا کردم به این نتیجه رسیدم که خیلی بهتر و مهمتر هست که ما روی روابط اجتماعی فرزندمون توی کودکی بیشتر کار کنیم و اون رو مقدم بدونیم. و اگر ما فرزندمون رو 2 زبانه میکنیم، باش میخوایم 2 زبانه بشه، باید این مسیر مساوی پیش بره. یعنی چی؟ یعنی فارسی و انگلیسی مساوی پیش بره. اینجوری نباشه که من مادر تمام تمرکزم رو گذاشتم برای انگلیسی صحبت کردن فرزندم و اونقدر روی فارسی مانور ندارم. ویدیوی انگلیسی خب دائم استفاده کردم، خودم هم حالا انگلیسیم خوب بوده و فقط انگلیسی صحبت کردم و ناخودآگاه از مسیر و ناخودآگاه از فارسی دور شدم. خب فرزند من قراره که بره مهد، قراره که بره آمادگی، حالا پری اسکول، بالاخره از یه سنی ما فرزندمون رو میذاریم، قراره بره مدرسه و از همه مهمتر ارتباط گیریش با بچه‌های دیگه است که فارسی زبانن و همه توی مهد قرار نیستش که 2 زبانه باشن. چرا استثنا ما میتونیم مهدهای 2 زبانه پیدا کنیم و البته توی همه شهرها وجود نداره، به صورت پروفشنال کار نمیکنن، میتونیم این کارو بکنیم و فرزندمون رو بذاریم. ولی بیشتر مهدها همه بچه‌ها فارسی زبان هستن. باز همین یک نکته دیگه، یک واقعیت دیگه که برای ما پیش اومده، مادر و بعد از 2 زبانه شدن فرزندش که بیشتر هم روی انگلیسی مانور داده و تمام راه‌های ارتباطیش با فرزندش به صورت انگلیسی بوده، حالا که میخواد ببره بذاره مهد توی 4 سالگی، تو 5 سالگی با مشکل مواجه شده. میگه دخترم یا پسرم نمیتونه ارتباط برقرار کنه با بچه‌های دیگه، چون همش دوست داره انگلیسی صحبت کنه و بچه‌های دیگه دارن فارسی صحبت میکنن و این اصلا نمیتونه باشون ارتباط بگیره. هم حرف مامان عزیز که میگه اگه میدونستم این کار رو نمی کردم، کاش که میدونستم. پس این هم یک واقعیت دیگه ای هست که شما باید در جریان باشین و بدونین، آگاه باشین که ممکنه این اتفاق بیفته و برای جلوگیری از این اتفاق هم میتونین باز یه ذره سن
یادگیری زبان رو به تعویق بندازین، یکم صبر کنین، صبوری کنین و یا اینکه اونقدر مهارت داشته باشین، اونقدر حواستون باشه که این مسیر رو کاملا همزمان پیش برید. منظورم مسیر یادگیری فارسی و انگلیسی هستش. خب چالش بعدی که توی این مسیر شما باهاش دست و پنجه نرم میکنید خودتون هستین، خود مامان عزیز، پدر عزیز، که باید این رو بدونین که چون شما این مسیر رو استارت زدین، پس مسئولیت 100% این مسیر با شما هستش، نه با فرزندتون، نه با معلمی که انتخاب کردین، با هیچ کس نیست. شما این مسیر رو انتخاب کردین و چون انتخاب خودتونه باید خودتون رو مسئول بدونین و تو این مسیر همراه و همگام باشین. به چه معنی؟ اینکه این مسیر صبوری نیاز داره. یعنی با اینکه من 1 سال معلم خصوصی گرفتم، هفته‌ای 2 بار میاد، اصلا به این شکل نیست. چرا پس فرزند من هنوز 2 زبانه نشده؟ چرا پس اوکی نیست؟ ببینید باید صبوری داشته باشین و این مسیر نیاز به همراهی شما نیاز داره، به حمایت شما نیاز داره. شما باید حمایت کنین از مسیری که درش هستین، حالا از معلم فرزندتون، از خود فرزندتون. شما باید حمایتگر باشین. اگر این حس رو ندارین که من میتونم این مسیر رو این مسیر ممکنه چند سال طول بکشه، ممکنه خیلی به تمرین‌های زیادی نیاز داشته باشه، کار 1 بار در هفته، 2 بار در هفته نیست. هر روز شما باید این تمرین رو داشته باشین. اگر میتونید روی خودتون هم کار کنین و خودتون هم زبانتون رو تقویت کنین، پس میتونین توی این مسیر قدم بذارید. ولی متاسفانه از مامان باباهای عزیز اصلا تصمیم ندارن خودشون هم تغییر ایجاد کنن یا انگلیسیشون رو تقویت کنن یا همکاری کنن و فقط میخوان که خب این کار رو من یه معلم میگیرم و تمام کارها رو انجام میده. اصلا به این شکل نیست. به همراهی و حمایت شما شدیداً نیازه. شما باید خودتون هم انگلیسی خودتون رو تقویت کنید، نه در حد ادوانس، نه در حد حالا ما میگیم آپر اینترمدییت، ولی در حد بیگینرز یا پری اینترمدییت شما بتونید صحبت کنید و همراهی کنید. این مسیر خانوادگی هست و معلمی که شما در نظر میگیرین یا راهکارهایی که از یه سمتی شما میگیرین، از ویدیوهای یوتیوب یا از معلم خصوصی راهکارهایی، فقط راهنمایی میشه به شما و کنار شما داره کمک میشه. نقش اصلی رو خودتون دارین بازی میکنین. پس اگه این رو میتونین پذیرا باشین، وارد این مسیر بشین. موضوع بعدی در مورد برنامه‌ریزی هست. مسیر کاملا برنامه‌ریزی شده و این به این شکل نیستش که خب من یه استارتی میزنم حالا شد. اگر واقعا براتون مهمه دیگه باید برنامه‌ریزی کنیم، در طول هفته ساعت مشخص بشه، میزان تمرین مشخص بشه، میزان استفاده از ویدیوها مشخص بشه. پس به یه برنامه‌ریزی دقیق نیاز داره. این هم یکی از چالش‌هایی هستش که شما باهاش در ارتباطیم. حالا عزیزان، اگر تمام این صحبت‌ها رو شنیدین و تصمیم گرفتین که به طور جدی فرزندتون 2 زبانه بشه، کودک دلبندتون 2 زبانه بشه و خیلی مصمم هستین تو این مسیر، با من همراه باشید. من کمکتون میکنم. تمام راهکارهایی که برای این مسیر وجود داره رو در اختیارتون میذارم.